با فراراسی شام در کوچه‌های مرکزی بایتولمقدس، ادیب جوده مسلمان کلید در دست ازمی یکی از مقدسترین مزارهای پیروانی دینی نصرانی می شود. اولاد جوده چند عصر باز مسئولیت حمایت کلیدی دری کنیسای قیامت را بر دوش دارند که بر پایه قصه های نصرانیان جای مصلوب و سپس دفن عیسی مسیح است. از سال 1187 تا امروز ما این وظیفه شرفمندانه را اجرا میکنیم. من این کار را که از پدر به پسر میگذرد از سن 8 سالگی آموختم. 30 سال باز این وظیفه را اجرا نموده، حالا فکر میکنم که کنیسای قیامت خانه دوم من است. اولاد دیگری که نیز مسلمان است اولاد نصیبه ها مسئولی کشادن و بستن در کنیسا است. باز کردن در زوری بازو و انگشت های نیرومند را تقاضا می کند، زیرا کلید قدیمی 30 سانتی متر درازی و نیم کیلو وزن دارد. تاریخ شناسان میگویند احتمال این پیمان در عصر 12 زمان حکمرانی فرمانده مسلمان صلاح الدین ایوبی بسته شده است و امکان می‌دهد که نظارت و جمع آوری مالیات نزد دروازه کنیسا را مسلمان ها انجام دهند. سال 1967 در پی جنگ خاورمیانه اسرائیل قسمت قدیمی بایتولمقدس را اشغال و اعلان کرد که شهر پایتخت تقسیم ناپذیر دولت یهودی است، ولی جامعه جهانی اعلان اسرائیل را به رسمیت نشناخت و فلسطینی ها می‌خواهند بخش شرقی این شهری مقدس برای پیروان دین‌های مونواتئیستی را پایتخت خود اعلان کند. گپ نیست برای یک مسلمان تصرف کلیدی مقدسترین کلیسای دینی نصرانی کنیسای قیامت افتخار است. نظارت گوشه های کنیسای قیامت در بین پیروان کلیسای ارتدوکس یونانی، ارمنی و کاتولیک های رومانی تقسیم بوده. بارها عبور یکی از رویه ها به قسمت زیر نظر گروه دیگر باعث جنجال شده است. روحانی شناخته یسکا هرانی میگوید نظارت عائله مسلمان بر کنیسا برای حفظ بی‌طرفی و موازنت میان مذهب‌های نصرانی کمک می‌کند و شیوه فعالیت این کنیسا یک نمونه همزیستی آسایشته بشریت است.